اما سوال 17: بزرگترین امری که الله سبحانه و تعالی بر آن امر کرده است چیست؟ و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی از آن منع کرده است چیست؟ بزرگترین امر الله و بزرگترین نهی الله سبحانه و تعالی کدام هست؟ جواب: بزرگترین امری که الله سبحانه و تعالی بر ما بندگانش امر کرده است این توحید است. توحید است. به سوی توحید بازگشتن با عبادت خالصانه، یعنی تنها الله سبحانه و تعالی با اخلاص عبادت کرده شود. و بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی بندگان را از آن باز داشته است، منع کرده است، این شرک است. بر او شرک آوردن. شرک یعنی اینکه با الله تعالی غیر او را بخوانی، از غیر او دعا و کمک یاری مدد طلب نمایی، از مردگان، از پیران، از شیخا یا نوعی از دیگر عبادت هایی که در بالا ذکر شد از برای غیر الله انجام بیابد. پس بدون برادر و خواهر گرامی که هر کسی که چیزی از نوعهای این عبادت را برای غیر الله انجام دهد، پس پروردگار عظیم الشان را در عبادتش با کس شریک قرار داده است و از جمله مشرکین قرار گرفته است و با الله کس چیزی را شریک قرار داده است. پس بزرگترین امر این توحید است. تنها الله را در تمام نوعهای عبادت قرار دادن. پس بزرگترین منع شده این شرک است. عبادت غیر الله، با الله کسی را شریک قرار دادن. پس تمام دین برادر و خواهر گرامی، تمام دین بر اساس این دو چیز، توحید الله سبحانه و تعالی و دوری جستن از شرک قرار میگیرد. اگر در برابر توحید الله شرک آوردی، پس انسان از دایره اسلام بیرون شده، در دایره کفر داخل شد. اعوذ بالله.